سلام. برای بافت این هدبند به یه نخ نرم ترجیحاً پرزدار نباشه و قلاب شماره 3 و 75 من استفاده میکنم چون نمیخوام بافت خیلی سفتی داشته باشم. با 17 تا زنجیره شروع میکنم. 17 تا زنجیره بزنین. به این صورت از زنجیره دوم نخ رو دور قلاب میپیچم، وارد زنجیره میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب دارم، نخ میگیرم و از هر 3 تا رد میکنم. تا انتهای رج باید این پایه های متوسط رو ببافیم. یک بار دیگه میخوام با دقت نشون بدم. نخ دور قلاب، وارد زنجیره میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، 3 تا حلقه روی قلاب، نخ میگیرم و از هر 3 تا رد میکنم. وقتی که تا انتهای رج بافتم 16 تا پایه متوسط دارم. در ابتدای هر رج یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. دوباره نخ دور قلاب و تمام پایه ها رو دوباره پایه های متوسط میبافم. به این صورت که دارم بهتون نشون میدم تا انتهای رج دوباره پایه های متوسط ببافید. این رج دوم تا اینجا. دوباره برای شروع کار یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. این قسمت میشه قسمت روی کار که پترن روی این قسمت میفته. بعد از اینکه زنجیره اول رج رو زدم، توی اولین پایه یک پایه متوسط میبافم. حالا نخ رو 2 بار دور قلابم میپیچم. توی این پایه‌ای که پایه متوسط بافتم نه، توی پایه بغلی اینجا میام توی اولین رج قلابم رو از پشت کار رد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، دوباره نخ میگیرم و دوتا این حلقه ها رو میبافم به این صورت. یک بار دیگه 2 بار نخ دور قلاب رو از پشت کار رد میکنم. هر دفعه که نخ میگیرم حلقه ها رو دوتا با هم میبافم. تا اینجا به این صورت. تا اینجا باید بافتمون به این صورت باشه. کار رو برمیگردونم. 2 تا پایه های بعدی رو رد میکنم و توی پایه سومی یه پایه متوسط میبافم. بعد از اینکه این پایه متوسط رو بافتین حتما کار رو برگردونین و چک کنین که این دوتا بافته نشده باشه. در ادامه کار از این برجستگی، از این بافتی که برجست است کنارش 5 تا میشمرم و توی پایه پنجم نخ رو 3 بار دور قلابم میپیچم و توی پنجمی به این صورت قلاب رو از پشت کار رد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون. 5 تا حلقه روی قلابم دارم، نخ میگیرم و دوتا میبافم. هر بار که نخ رو دور قلاب میپیچم 2 تا از حلقه رو میبافم. دوباره 3 بار نخ رو دور قلابم میپیچم و توی پایه بغلی، یعنی قلابم رو از پشت کار به این صورت رد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ میگیرم و دوتا حلقه ها رو میبافم به این صورت. بعد هر 2 تا بافتی که انجام دادیم باید یادتون باشه که از پشت 2 تا حلقه رو جا میذاریم و یعنی این و این رو نمی بافم و توی پایه سوم یه پایه متوسط می بافم. دقت کنین که همیشه مطمئن بشین که این 2 تا رو جا انداختین. حالا در ادامه نخ رو 3 بار دور قلاب می چرخونم. بذارین یه توضیح بهتون بدم. وقتی که میخوایم به این صورت ضربدری ببافیم نخ رو 3 بار دور قلاب میپیچونم، ولی وقتی مثل این حاشیه ها یا این جاهایی که مستقیم اومده بالا میخوام ببافم نخ رو فقط 2 بار دور قلاب میچرخونم. حالا برای ادامه بافت این 2 تای کناری بذارین نشونتون بدم با این 2 تا کار دارم. میام اول از این شروع میکنم.
پس این دوتا رو بافتم، دوتای کناری میام رو اولیش. خب بعد اینکه 3 بار نخ رو دور قلاب چرخوندم، قلاب رو از روی کار میارم به این صورت، از پشت بافت رد میکنم، نخ میگیرم، 5 تا حلقه روی قلابم دارم، نخ میگیرم و به این صورت دوتا میبافم. هر بار نخ میگیرم و 2 تا حلقه ها رو میبافم به این صورت. دوباره 3 بار نخ رو دور قلاب میچرخونم و توی پایه کناری. حواستون باید باشه این یکی کم این پشت قایم میشه. قلاب رو از پشت کار به این صورت رد میکنم، نخ میارم اینور، دوباره نخ میگیرم و دوتا حلقه روی قلاب رو میبافم. هر موقع بافتتون تموم میشه یکم کار رو بکشین تا فرم بگیره. خب بعد از اینکه گفتم بعد هر 2 تا جوری که میندازیم 2 تا از پشت میگیرم، رد میکنم و توی سومی یک پایه متوسط میبافم. در ادامه نخ رو 2 بار دور قلاب میچرخونم. این پایه‌ای که بالاش پایه متوسط بافتم و رد میکنم توی کناری. اگه بخوام از آخر رج بشمرم میشه 6می. قلاب رو اینجوری از پشت کار رد میکنم، نخ میگیرم میارم اینور، 4 تا حلقه روی قلاب دارم، 2 تا میبافم. دوباره نخ رو 2 بار دور حلقه میپیچونم، توی کناری قلاب رو از پشت رد میکنم و نخ میگیرم، 2 تا میبافم. کار رو برمیگردونم، 2 تا پایه رو رد میکنم، توی سومی یک پایه متوسط میبافم. در ادامه دوباره نخ رو 2 بار دور قلاب میچرخونم و این پایه‌ای که پایه متوسط بافتم نه کنار، یعنی از آخر رج سومی. قلاب رو از پشت کار به این صورت رد میکنم، نخ میگیرم، 4 تا حلقه دارم روی قلاب، نخ میگیرم و 2 تا میبافم. دوباره همین کار رو تکرار میکنم، نخ 2 بار دور قلاب، از پشت کار قلاب رو رد میکنم و به همین صورت که توی تصویر نشون میدم 2 بار میبافم. کار رو برگردونین، 2 تا حلقه رو رد کنین و توی آخرین پایه یک پایه متوسط. تا اینجای بافت 2 تا خط صاف اینجا، یه ضرب در اینجا و 2 تا اینجا، 2 تا اینجا، 16 تا پایه. دوباره رسیدیم ابتدای رج. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. گفتم وقتی رج‌های زوج میرسه که پشت کاره، فقط پایه‌های متوسط میبافم. تا انتهای رج پایه‌های متوسط ببافین. به این صورت در اومد کار. دوباره یه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. دوباره نخ دور قلاب، توی اولین پایه یه پایه متوسط میبافم، نخ رو 2 بار دور قلاب میچرخونم و قلاب رو از اینجای کار از پشت کار در میارم، نخ میگیرم و 2 تا حلقه ها رو میبافم. دوباره 2 بار نخ دور قلاب، به این صورت از پشت کار رد میکنم، 4 تا حلقه روی قلاب دارم. هر دفعه نخ میگیرم و 2 تا از حلقه ها رو میبافم. خب بعد از اینکه این 2 تا رو بافتم کار رو برمیگردونم، 2 تا میشمرم و توی سومی یک پایه متوسط میبافم. همیشه کار رو برگردونین و چک کنین این 2 تا رو. حالا میخوایم این 2 تا رو ضرب دری کنیم. این صاف میاد بالا. همونطور که گفتم اینایی که این اینجاست صاف میاد بالا و پیچ نمیخوره، 2 بار دور قلاب میچرخونم نخ رو. قلاب رو از پشت کار رد میکنم، نخ میگیرم و 2 تا میبافم. دوباره 2 بار نخ دور قلاب، کناری رو میگیرم به این صورت و 2 تا میبافم. دوباره کار رو برگردونین، 2 تا بشمرین و توی سومی یک پایه متوسط ببافین. خب حالا میخوایم این 4 تا رو ضرب دری ببافیم. گفتیم برای اینکه
ضرب دری بشه 3 بار نخ رو دور قلاب میچرخونم. فعلا با این دوتای اولی کاری ندارم. با این دوتا قلابم رو از زیر کار به این صورت رد میکنم، نخ میگیرم میارم این بر، 5 تا حلقه روی قلاب نخ میگیرم و دوتا میبافم. دوباره 3 بار قلاب رو از زیر کار رد میکنم و همون کار رو تکرار میکنم. هر دفعه که نخ میگیرم 2 تا از حلقه ها رو میبافم. کار رو برگردونین، 2 تا رو نمیبافم، توی سومی یک پایه متوسط میبافم. دوباره کار رو برمیگردم و پشت رو چک میکنم. خب حالا برای بافت این 2 تا نخ رو 3 بار دور قلاب میچرخونم. قلاب رو به این صورت که دارم نشون میدم از زیر این 2 تا باف رد میکنم. اولینو میگیرم میارم بالا، نخ رو میگیرم از زیر کار رد میکنم. 5 تا حلقه روی قلاب دارم. ببینین 5 تا حلقه. دوباره نخ میگیرم و 2 تا میبافم. این تیکه یک کوچولو شاید برای دفعه اول و دوم سخت باشه ولی بعداً آسون میشه. دوباره 3 بار نخ رو میپیچم، قلاب رو از زیر این 2 تا رد میکنم و دومین رو میگیرم میارم بالا، نخ رو میگیرم از زیر کار رد میکنم، نخ میگیرم و 2 تا حلقه ها رو میبافم به این صورت. دوباره از پشت 2 تا پایه رو رد میکنم و توی سومی یه پایه متوسط میبافم. خب دوباره نخ رو 2 بار دور قلاب میچرخونم و میخوام روی این 2 تا کار کنم. قلاب رو همینجوری از پشت کار رد میکنم، نخ میگیرم و نخ میگیرم 2 تا حلقه رو میبافم. دوباره 2 بار میام روی یکی به این صورت که نشون میدم. نخ رو بگیرین 4 تا حلقه روی قلاب و نخ بگیرین 2 تا ببافین. از پشت 2 تا پایه رو رد کنیم و توی آخرین پایه یک پایه متوسط میبافیم به این صورت. این کار از 3 تا رج تشکیل میشه. اولین رج اینجاییه که این 2 تا با هم ضرب در میشن. رج دوم میفته پشت. رج سوم جاییه که این 2 تا با هم ضرب در میشن. برای ابتدای رج دوباره یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و پشت کار رو تا انتهای رج پایه‌های متوسط 16 تا پایه متوسط. دوباره زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. یک بار دیگه این 2 تا رج رو توضیح میدم تا خوب متوجه بشین. میخوایم این رج رو یه بار دیگه با هم ببافیم. نخ دور قلاب، توی اولین پایه یه پایه متوسط. حالا روی این 2 تا کار میکنم. 2 بار نخ دور قلاب، از پشت کار قلاب رو رد میکنم، نخ میگیرم و نخ میگیرم 2 تا میبافم. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. قلاب از پشت کار رد میشه، نخ میگیرم و 2 تا میبافم. کار رو برگردونین، 2 تا رو رد کنین، توی سومی یه پایه متوسط میبافیم. خب حالا اینجای رج باید طوری ببافیم که مثل این رج ضرب در بیفته. اینجا ببینین این 2 تا روی هم افتاده. حالا باید طوری ببافیم که این 2 تا به صورت ضرب در روی هم وایسن. 3 بار نخ رو دور قلاب میپیچونم که بخوام ضرب در ببافم. میام اینجا اینو میگیرم. این 2 تای اولی رو رد میکنم. قلاب رو از پشت این یکی رد میکنم، نخ میگیرم و نخ میگیرم 2 تا حلقه ها رو میبافم. دوباره 3 بار نخ رو میپیچم، میام کناری. همون کار رو تکرار میکنم. نخ میگیرم و 2 تا میبافم. یادتون نره بعد هر 2 تا بافتی که داریم باید از پشت 2 تا بشمریم و توی سومی یک پایه متوسط ببافیم. دوباره
نخ رو 3 بار دور قلاب میچرخونم و میخوام این دوتا رو ببافم. به این صورت که نشون میدم از روی کار. قلاب رو میارم از زیر این بافت رد میکنم، نخ میگیرم و دوباره نخ میگیرم و دوتا میبافم. این تکرار رج سومه. دوباره نخ رو 3 بار میپیچم و این کناری رو میبافم. دوباره از زیر کار به این صورت رد میکنم، نخ میگیرم و دوباره نخ بگیرین و دوتا به این صورت ببافین. دوباره چون دوتا بافتم پشت کار دوتا رو رد میکنم و توی سومی یک پایه متوسط. همونطور که گفتم این تکرار رج 3. خب حالا برای بافت این قسمت کار نخ 2 بار دور قلاب میپیچم، قلاب رو از زیر کار رد میکنم، نخ میگیرم میارم اینور، 4 تا حلقه توی قلاب دارم، نخ میگیرم و دوتا میبافم. دوباره همون کار رو برای کناری انجام میدم. کار رو برگردونین، دوتا پایه رو رد کنین، توی سومی یه پایه متوسط میبافم. حالا برای بافت این دوتا نخ رو 2 بار دور قلاب میپیچونم، قلاب از پشت کار رد میشه و به همین صورت دوتا میبافم. همین کار رو برای کناری تکرار میکنم. پشت کار 2 تا پایه رو رد میکنم و توی پایه آخری یک پایه متوسط میبافم. زنجیره بزنین، کار رو برگردونیم و تا آخر پایه‌های متوسط ببافیم. پایه‌های متوسط رو بافتم، یه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. این تکرار رج 5. اینجا این دوتا ضرب در شدن. حالا دوباره میخوایم این دوتا رو ضرب در کنیم. توی پایه اول یک پایه متوسط میبافم، نخ 2 بار دور قلاب، به این صورت از پشت کار قلاب رو رد میکنم، نخ میگیرم و میبافم. دوباره نخ 2 بار دور قلاب، به همین صورت که نشون میدم دوتا ببافین. کار رو برگردونین، 2 تا پایه رو رد کنین و توی سومی یک پایه متوسط ببافین. دوباره نخ 2 بار دور قلاب پیچیده میشه، از زیر کار رد میشه، نخ رو میگیرم میارم اینور، نخ میگیرم و دوتا میبافم. همون کار رو برای کناری انجام میدم. دوتا میبافم. بعد اینکه این دوتا رو بافتم کار رو برمیگردونم، دوتا رو جا میذارم و توی سومی یک پایه متوسط میبافم. حالا میخوام این دوتا رو ضرب در کنم، پس 3 بار نخ رو میپیچم. میام روی این کار میکنم، اینو فعلا ول میکنم. قلاب از زیر کار رد میشه، نخ میگیرم و هر دفعه که نخ میگیرم دوتا رو میبافم. یک بار دیگه همون کار رو برای کناری انجام میدم. بعد اینکه این دوتا رو بافتم دوباره کار رو برمیگردونم و یه پایه متوسط میبافم. خب حالا میخوایم این دوتا رو ببافیم. 3 بار نخ دور قلاب، قلابم رو از زیر این دوتا رد میکنم و اولین بافت رو اینجوری قلاب از زیرش رد میکنم و میکشم بالا. نخ رو از زیرش رد میکنم، نخ میگیرم و دوتا این حلقه رو با همدیگه میبافم. دوباره 3 بار نخ دور قلاب، نخ رو از زیر این دوتا رد میکنم، دومی رو میگیرم میارم بالا، نخ رو میگیرم از زیرش رد میکنم، 5 تا حلقه دارم، نخ میگیرم و دوتا میبافم. بعد اینکه اینا رو بافتم دوباره کار رو برمیگردونم و 2 تا رد میکنم و توی سومی یک پایه متوسط. حالا 2 بار نخ دور قلاب و گوشه رو میبافیم. و دوباره نخ 2 بار دور قلاب، قلاب رو از زیر کار رد میکنم، نخ میگیرم و هر دفعه که نخ میگیرم دوتا میبافم. 2 تا رو رد کنین از پشت و توی سومی یک پایه متوسط ببافین. زنجیره میزنیم و دوباره پشت کار میشه پایه‌های متوسط.
خب این تا اینجای کار. نکاتی رو که باید یادتون باشه، جایی که اینجوری صاف میبافیم 2 بار نخ رو میپیچیم، جایی که پیچ داره 3 بار. اول هر رج یه زنجیره میزنیم و همچنین بعد بافتن هر 2 تا ژور باید 2 تا از پشت رها کنیم و توی سومی پایه متوسط ببافیم. تعداد پایا باید 16 تا باشه. خب این بافت از همون 3 تا رجی که 2 بار براتون توضیح دادم تشکیل شده. میتونین برای خودتون بنویسین، شاید اوایل بافی یکم گیج کننده به نظر بیاد ولی وقتی میبافین دیگه براتون عادی میشه. خب من این بافت رو 53 سانت بلندیش رو بافتم و به همین صورت که دارم بهتون نشون میدم نخ رو در انتهای یکم بلندتر قیچی کنین و 2 لبه رو کنار هم قرار بدین و 2 سر رو به هم دیگه بدوزین. اینم از نمای نزدیک 2 تا حلقه رو با هم میگیرم و به این صورت تا انتهای رج میدوزم. خب اینم یه بافت تمیز به این صورت. سایز کار دوباره به خودتون بستگی داره. من نمیخواستم که هدبند خیلی روی سرم سفت وایسه، به خاطر همین یه کوچولو شل گرفتمش. نحوه دوخت رو هم که بهتون آموزش دادم.